اگه دلشون خواست بیان، دلشون نخواست نیان. ما نیروی کافی داریم. 5 ملیت رو داریم که ایستادن، زنانه مردانه ایستادن، همه نیرو. یعنی 7 میلیون کرد ایستادن، 4 میلیون بلوچ ایستادن، 3 میلیون نمیدونم 2 میلیون ترکمن ایستادن، همه خوزستان ایستاده. ما شاهید تو شهرهای مرکزی داریم، استان خراسان، کرمان، شیراز، اصفهان، که اکثرا شیعه 12 امامی برحقه هستند که توی این شهرها هم سازمان ها و احزاب سراسری نصفشون مال اوناست، نصفشون توده‌ای هن، مجاهدن، فدایی هن. تو شهرهای بزرگ، تو تهران، جمعیت بسیار کمی طرفداران نظام دزدانه شاهی هن که کارشون دزدی و رشوه و آقا عزیز، ظلم من و ستم و یک کامنتی بذارم. من خودم حالا توی بفرمایید. چند دانشگاه مختلف حالا تحصیل کردم توی ایران و دوستان مختلفی از همه جای ایران داشتم و دارم، هنوزم دارم باشون در ارتباطم. و این رو بهتون بگم، واقعا تعداد کسانی که همسن و سال منن، حالا بگیم برید بازه بین 20 تا 30 سال، اون کسانی که هم طیف منن، هم حالا هم سن منن، هم دوره منن، واقعا طرفداران خیلی خیلی کمی داره به پهلوی و فرقه، حالا قول من شما دوستان پهلوی خیلی طرفداران خیلی کمی داره. یعنی من که چندین سال حالا در حال تحصیل در چند دانشگاه داخل ایران بودم و هستم، تعداد خیلی که انگشت شما در حد کمتر از 5 نفر باشون برخورد کردن که مثلا طرفدار پهلوی بودن، فکر کردن که راه حل خوبیه. من یه خود بیشتر باشون حرف زدم، نه من یاد دل سردم هستن ازش، میگن یا کار خوبی هم انجام کرده. طرفداران خیلی کمی داره، یعنی بیشتر طرفداران آقای پهلوی در خارج از ایران زندگی میکنن، در داخل نیستن. در داخل طرفداران انگشت شمار خیلی کم، یعنی خیلی درصد کمی داره، ولی در خارج طرفداران خیلی بیشتری داره و همونایی که میان اینجا، اگه دقت کنید میان اینجا و رو میزنن، شاه و لاین به هم میپرن، همه رو فوش میدن، تفرقه میندازن، اخگر رو موو میدن و همهشون از خارجن. یعنی از داخل طرفدار آقای پهلوی خیلی کم داریم، ما واقعا خیلی کم داریم. این رو در نظر داشته باشید همیشه. واقعا فقط احزاب فدرال با هم دیگه میتونن یک به قول شما یک شورای رهبری تشکیل بدن و کافی اون شورای رهبری سازماندهی انجام بده. واقعا کافیه، برای همه چی کافیه. من موافقم. ما الان فرانک جان 5-6 سازمان بزرگ، احزاب بزرگی توی این 50 سال داریم که با هر دو حکومت مبارزه کردن، با هر دو استبداد جنگیدن و خوشبختانه چون عدالتخواه هستن به فدرالیسم باورمندن و به سکولاریسم و دموکراسی باورمندن، به فدرالیسم باورمندن و در داخل هم نیرو دارن، در خارج هم نیرو دارن. دیگه نیازی به هیچ کس نداریم، به هیچ کس. فقط اینها حاضر باشن، برای اینکه 5 ملیت رو دارن، همه کردها، همه بلوچ ها، همه ترکمن ها، همه اهوازی ها، همه آذربایجانی ها رو دارن. تو شهرهای مرکزی هم حزب توده، سازمان مجاهدین، فداییان نیرو دارن. یه بخش کوچولویی با دزدان 62 میلیارد دلاری هستن، با پادشاهی هایی که احزاب نمیخوان، احزاب ممنوع کردن، مردم رو کشتن، افسرهای انقلابی رو اعدام کردن، بچه های جوان دانشجو رو اعدام کردن. اونا رو لازم نداره، قاطرها رو میخوان چیکار کنن؟
شعارشون هم الان همین است که اگه ما برگردیم فدایی توده مجاهد میکشیم. خب برای چه خاطره رو با خودمون برداریم؟ لازم هم نداریم. بسیار عالی. آقای از من با اجازه از خدمتتون مرخص بشم. یک سکتری کار دارم بعد دیگه برم. امیدوارم موفق باشید. خب فرانک عزیز هستی؟ آره خانم شروع گفتم که دارم کم کم دیگه میرم. اتاق خوبی بود، الانم شیرش میکنم. من خیلی کم اتاق شیر میکنم واقعا. اگه اتاق خیلی خوب باشه مفید باشه من شیرش میکنم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. اگه سوالی حرفی چیزی هست من در خدمت شما. خب من فقط بگم فرانک عزیز، حالا که میگی ایران هستی حتما میدونی کانونهای شورشی دارن تو ایران کار میکنن. شورای ملی مقاومت هست که همه این کسانی که حتما میدونی اعضای شورا حتما همشون مسلمون نیستن و خود مجاهدین هم که از همون، حالا من نمیخوام اصلا وارد اون بحث، یه بحث خیلی مفصلی داره که توی زمان شاه زیر شکنجه ساواک و این ارتجاعیون هم که حالا به ظاهر از این طرف میدونین دیگه همیشه اینا هم دیگر رو سپورت میکردن، اینا هم تو اون زندان بودن. اونا به مجاهدین میگفتن مارکسیست اسلامی و این مرتجعین چقدر اذیتشون میکردن با اونا پشت نمیدونم سر نماز خوندن و اینا، که اولا پشت سر اینا اقامه نماز چیه، نماز جماعت میخوندن، ولی بعد کم کم تحریم کردن، گفتن اینا مثل بهاییت نجسن. حتما میدونی زمان شاه من یادم، خب پدر من یادم سیاسی بود، روشنفکر بود، تحصیل کرده بود. مادر خودش هم بهایی بود که پدرم توی سن 2 سالگی مادرش رو از دست داده بود، ولی همیشه میگفت که آره این شاه میگه نمیدونم توی ظرف بهایی غذا خوردن حرامه و شما باید اون ظرفا رو اصلا بندازین دور. اگر مثلا همسایت نمیم کسی هست برات غذا آورد. اینم از ارتجاع، من میگم شازده ارتجاع، بی خود نمیگم. بنابراین الان من میگم اینا که هستن، بقیه هم اگه نمیان باکی نیستش، فقط سنگ نندازن. و همیشه من شنیدم میگن ما هستیم تو میدان، همه جا کف خیابون، از اقصا نقاط جهان کف خیابونن. همین خانم الان میگم شهرو تو این تعطیلات تابستان با اینکه اینجا مجلس و نمیدونم جای خیلی جا تعطیله و بسته است، ولی هنوز هم دارن کارشونو میکنن. بقیه ما هم کار خودمونو بکنیم دیگه. الان صبح از صبح شما نبودی با آقا عزیز، گفتم هر کی کار خودشو بکنه. اگه کسی نمیاد بهش کمک کنه که نباید بشینه بره آشپزی و ملق زدن و ژیمناستیک و الان هم بره کنار دریای خزر به رخ مردم بکشه که من حالیده ام. پولای مردم ایران رو بردی غارت کردی، یه روزم به قول خودت کار نکردی، دست تو جیب
مامان اصلا جون اینا به جای خود کلا اینکه دستش تو جیبه و کار نمیکنه و فلان و بیسار، به جای خود من بهتون میگم جمهوری اسلامی اینو اونجا خوابونده و خودشون دارن تأمینشون میکنن. مطمئن باشید که خارج از این نیست، یعنی مطمئن باشید که خارج از این نیست. و زمانی هم که وقتش برسه اونا باز اینو برش میگردونن. همین الان هم دارن از هر راهی از همه رسانه‌ها تلاش میکنن که اینو غالب کنن، این به عنوان تنها اپوزیشن خارج مردم و حالا رهبریش یا هر چیزی اونجا نمایش داده بشه و غالب کنن. و بعدش هم دوباره این ملاها رو میبره اونجا توی پیازابلیمون میخوابونه، دوباره اونجا رو ملاها رو توی استنبای نگه میداره، چون مطمئنه بعد چندین سال دیگه مردم از اون دیکتاتوری هم میکشن بیرون، حتی اگه از اولش هم خوب عمل کنه، و دوباره نیاز پیدا میکنن به یه انقلاب و اونم میگه خب دوباره نقش بعدی شیخا بیان و شاه دوباره بره اونجا توی حالت استنبای. من این رو میگم که واقعا باید احزابی که دور هم دیگه جمع میشن کلن این شاه اللهی ها و این شاه طلب ها رو کلن از معادلات خودشون بیرون بندازن. چون من دارم بهتون میگم چیزی که من خودم بهش خودم دیدم توی این چندین سال، این همه دوستی که از اقصانقات ایران داشتم و باشون حرف زدم توی فضای واقعی، توی دانشگاه، این ور اون ور، اصلا طرفداران خیلی کمی داره، یعنی خیلی زیر نیم درصد، خیلی کم این فرقه در داخل ایران طرفدار دارن و اصلا نباید روشون حساب کرد. ندارم، واقعا ندارم. باید احزاب دیگه خودشون دنبال راه حل باشن، یک شورای تشکیل بدن، سریع به سمت سازماندهی برن و کار رو تموم کنن. مردم فقط یه سازماندهی میخوان، یه شورای رهبری میخوان، همین. این آقا طرفداراش کاملا خارج ایرانن، یعنی تعداد خیلی کمیشون در داخل ایرانن. پهلوی طرفداراش در خارج ایران به سر میبرن، همونایی که میان اینجا اتاق میزنن و بقیه رو تهدید میکنن و بقیه رو موو میدن پایین و صد راه بقیه میشن. همینان، باور کنید به قول معروف طرفداراشون، اونایی که سنگشون رو به سینه میزنن، همشون خارجن، داخل خیلی کم دارن. خب ببین، بنابراین اگر ما بخوایم بشینیم اینا شاید اصلا هیچ وقت نیان. اونایی که هستن که دارن به درک کارشون رو میکنن. نمیان. خب همون منم حرف شما رو میزنم، درود بر تو. میگم نمیام، ما کار خودمون رو میکنیم، تو رو خدا سنگ نندازی. من خودم رو میگم، من شخص خودم رو دارم میگم. مثلا من فرض کن یکی به من میگه که شهر رو فلان برنامه رو داریم امروز، این آقای غلام اومده دعوت کرده همه رو، میگه که آره همچی برنامه هست. گفتم چشم، کجاست؟ من میام هر جا دفاع از مردم باشه، حق حقوق مردم رو بخوان. الانم که اگر بحث سر مجاهدینه و دوباره ما اینجا زیاد هی باز دوباره شروع نکنیم و بحث های محفلی به نظر من پیش نیاد. مجاهدین که هستن تو صحنه، کانون شورشی هم که هستن، کف خیابون دیدیم، خیلی چیزا رو دیدین دیگه، تو اتاقای دیگه برین. خود آقای امیر فخرآور که دیدید بار اول چقدر اومد به به و چهچه و اصلا باورم نمیشه و چقدر حمایت کرد از این بچه‌هایی که داخل دارن به اصطلاح فعالیت هایی که کانونهای شورشی دارن انجام میدن. خب ما اگر نمیخوایم، کسی دیگه نمیخواد بیاد نیاد، خب اونایی که هستن برن دیگه. کاری که به قول معروف باید تموم کرد دیگه، این رژیم که نباید بمونه دیگه. ما تنها وظیفمون اینه که هر جا صدایی از مظلومیت مردم ایران میشنویم آماده و حامیشون باشیم. کانون شورشی داره توی ایران فعالیت میکنه، واقعا هر کی میخواد این رژیم سرنگون بشه بره حمایتش کنه دیگه. پس چرا نشستیم این دست به دست بذاریم؟ گفتم امروز صبح داشتم میگفتم، گفتم اونو کشتن، گفتم به من چه؟ اون میگه توده‌ای، اون میگه بهایی، اون میگه نمیدونم مسلمونه، اون میگه کافره. هی سکوت کردیم. حالا دیگه الان دیگه تمام، همه ما رسیدیم به اونجا. از انقلاب نوین ایران، از همین مهسای عزیزمون، هر چیزی شما اسمشو میذاریم ما مطیع شما هستیم. انقلاب ژینا، انقلاب مهسا، انقلاب جوانان،
ولی دست بندی نکنیم، جدا نکنیم. اگر همون 57 ها هستن که تا به امروز دارن ادامه میدن نان استاپ، خستگی ناپذیر، سنشون بالاست به اندازه سن پدر شما دارن، ولی 2 برابر 3 برابر 4 برابر یک جوون شاید هم بیشتر توانمندی و قدرتشون هست. چون ببین اراده کردن که این رژیم رو سرنگون کنن و خواهند کرد. ما فقط باید بگیم چی دوستان، اگرم نمیخواین کمک سازمان مجاهدین خلق ایران باشین اینقدر سنگ نندازین. مسلمون برای خودشه، مگه به تو گفته به زور تو هم باید مسلمون باشی؟ یک جا برو یک چیز بیار، یه چه میدونم حالا یا مطلب نوشتنیشونه یا سایتی البته تحریف بشه و نمیدونم یک صحبتی مثلا شهرو اینجا میکنه میبرم، من دیدم دیگه این کارا زیاد میکنه، میبره دیلیت میکنه ادیت میکنه یه تیکه رو میاره شهرو فلان جا این حرف رو زد. نه، اون اصل قضیه، اون واقعیت رو آیا شما بر این باور هستید که اینا کاری به کاری کسی ندارن، میگه هر کی میخواد سرنگون کنه رژیمو بفرما جلوتر از ما بره، ما پشت سرش میایم. ولی آیا کسی رو سراغ دارین که از سال 57 من داشتم به این دوستان میگفتم وقتی آقای رجوی تک و تنها اون بالا ایستاد گفت نه این رژیم دیالوگ و زبون و حرف نمیفهمه باید در مقابلش ایستاد، کدوماتون واقعا کنارش بوده؟ مگه همون زمان هی نیومده جدا شدن؟ نه نمیدونم، اصلا من وارد نمیشم و اقلیت اکثریت هیچ نمیخوام وارد این بحثا بشم، کلی میگم. آیا کسی اومد چی میگن امام حسین گفت لبیک به من بگین؟ نه کسی نبود. الانم که هستن شما که میدونی همه این باور رو دارید میبینید دیگه جهانی شده. ببین کجا باش مایک پنس رو بردن زیر سوال میرن، پومپو رو بردن زیر سوال میرن، اینجا احزاب سیاسی، اینجا شخصیت های برجسته لردا اومدن حمایت میکنن. نه شما به غرب و شرق و فلان اوکی، شما اصلا به هیچ که وصل نشین دیگه، شما مگه نیستی میگی خودمون بریم سرنگون کنید دیگه. اینا دارن راه خودشونو میرن، سنگ انداختن زیر پای کسی گفتن نکن آقای این حزب اون گروه سیاسی نکن این کار رو. ولی چرا وقتی که با پهلوی هم کاری نداشتن، کاری ندارن آخه اون عددی نیست به قول بچه که بخواد همتون دیگه شناختین دیگه، خود سلطنت طلبا تو این روم ها به جون هم افتادن. ولی آیا تا حالا اومدن کاری حتی به تو دارن برو بچه برو دیگه تو میخوای شاه بشی برو، ولی وقتی میای سنگ میندازی میای اونجا اذیت میکنی. من بارها گفتم باز این دوستانی که نبودن توی روم، همسایه من دختر 3-4 سالش رو چنگ انداختن تو صورتش، دندونش رو چیکوندن جلوی بچه، همین توی میدون ترافلگار، همون از قیام جینای عزیزمون به قول شما که توی میدون ترافلگار چندین ما هوا هم سرد شد ولی چادر داشتیم اونجا، شبانه روز اونجا بودیم. شما چی کار کردین؟ بعد اومدین 2 ساعت اومدی رفتی، بعد اومدی اذیت کنی، بیای سنگ بندازی، بیای نمیدونم سنگ اندازی، منظورم لای چرخ براندازان و سرنگونی خواهان واقعی. وقتی که نیستین نباشین، ولی اجازه بدین هر کی کار خودشو بکنه، هر کی هم میخواد بیاد به هر گروهی میبینه که بله منم گفتم بارها علاقه داشتم رفتم ببینم چی کار میکنم، بعد دیدم میام میگم چی شد شما اون دفعه 50 نفر بودین اون خانم چقدر قشنگ حرف زد، اون آقا چقدر خوب میگفت، بعد گفتن جدا شدن اینا رفتن شرجا، اینا نمیدونم چی بودن دنبال خودنمایی و خودشیفته های چیز و روشنفکرهایی که بیان خودشون رو نشون بدن بگن ما هست. زندانی سیاسی بود اون طرف، اون چی شد بابا؟ اونم همین تو فقط میخواد بیاد بگه آی من زندانی چون بودم الان 2 سال زندان بودم 1 سال زندان بودم الان من میدانم و شما هیچ نمیدانید، بنابراین شما همه باید پیرو من باشید. خب اینا همه بعد بنده خدا رو همین تو کشور شما آقا عزیز دیدم سوئد تک و تنها همکار خودم
کردم هست. پیش گفتم تو اینجا، گفت بابا همه رفتن هیچ کدوم نموندن، 2 شاخه 3 شاخه 4 شاخه، آخرم هیچکی نم. حالا اینا تشکلات خودشونو دارن، شورای ملی مقاومت هست، هر کسی میتونه بره همچه تشکلی درست کنه. ما هم میایم چشم، واقعا در حمایت از مردم ایران باشه. به خدا من یکی پرچمو میدم دست اونا، میام کنار شما میستم، ولی نیست. حالا هم که نمیدونم، توی کلاب هاوس هم من بارها گفتم اونا مبارزن، توی صحنه‌های حقیقی هستن، مثل من که بیکار و سر کار میرم و زندگیمو دارم، هوای خودمو دارم، هوای مجاهدین رو داشتم که تو کلاب هاوس نبودم. اینه که این نظر شخصی منه دیگه. من یک کامنت بذارم دیگه با اجازهتون، باید مرخص بشم بفرم، بعد این خواهش. کامنت. به نظر من خودم مخالفتی با مجاهدین ندارم کلا. خب من خودم توی کردستان هستم، حالا خودتون میدونید دیگه، احزاب کردی رو قبول دارم، مخصوصا حزب دموکرات. مجاهدین به قول معروف برتری که بر روی گروه های پادشاهی خواه داره اینه که وقتی که احزاب دیگه میان یک ائتلافی میکنن و حالا احزاب دیگه یک کارهایی رو، یک مبارزه‌ای رو به پیش میبرن، مجاهدین هیچ وقت نمیاد سنگ راه بشه، ولی برعکس گروه های پادشاهی خواه میان سنگ انداز میشن همیشه. مجاهدین هیچ که نمیاد به قول معروف سنگ انداز نمیشه، به صورت موازی کار میکنه، به صورت موازی عمل هم میکنه. و از یعنی درسته مثلا این گروه، مثلا فرضاً حزب دموکرات میاد یک به قول معروف عملیاتی رو، یک حرکت مبارزه‌ای رو پیش میبره، مجاهدین هم یک حرکت یا حرکات مبارزه آمیز خودش رو، مبارزه خودش رو به پیش میبره به موازات اون احزاب، سنگراهشون نمیشه. این یک ویژگی. و ویژگی دیگرش هم اینه که مجاهدین سابقه مبارزاتی و اطلاعاتی و جاسوسیشون خیلی خوب و قدیمی و پیشرفته است به نظر من. حالا من نمیدونم الان چه جوری هستن، ولی از به قول معروف عملیات های قدیمیشون و سابقه مبارزاتیشون این رو من میبینم که هم مبارزهشون خیلی قویه، در زمینه مبارزه خیلی قوی هستن، هم در زمینه اطلاعات و جاسوسی و خیلی قوی هستن مجاهدین. این میتونه نکات خیلی مثبتی در مورد مجاهدین باشه و بوده. اونا میتونن کار خودشون رو انجام بدن و میدن 100%. حالا احزاب دیگه هم کار خودشون رو انجام میدن 100%. در فردای ایران آزاد مطمئن باشید، با هر عقیده و نظری هم که باشید، مجاهدین کرسی خودش رو داره، توی مجلس داره. 100% افرادی هستن در داخل طرفدار این حزب هستن و توی مجلس کرسی خواهند داشت، چه بخوایم چه نخوایم. پس اون حزب هم فعالیت خودش رو انجام میده و به قول من در فردای ایران هم کرسی خودش رو در مجلس داره، به اندازه اون کرسی هم حق حرف زدن خواهد داشت. پس به نظرم سنگ راه هم نشدن و همکاری خیلی زودتر میتونه این حکومت رو بر بیاندازه و امیدوارم دیگه اپوزیسیون وقتی که با هم جمع میشن میخوان یه اجتماعی تشکیل بدن، کلا این گروه های شاه‌اللهی و پادشاهی خواه رو خط بزنن به نظرم، چون واقعا بجز سد راه شدن و بجز سنگ اندازی چیز دیگه ای بلد نیستن و ما با اینا نمیتونیم به دموکراسی برسیم. مرسی، تشکر از شما، روز خوبی داشته باشید. درود بر شما. فکر کنم نوبت من باشه. ببینید چیزی که من توی خیزش اخیر دیدم توی همین کلاب هاوس، بچهای 18 ساله، اینه که نسل سوم انقلاب هستن بعد از 57. اینا یه صحبت کوچولویی شد
صحبت از آزادی ایران بعدش میکردن، یکیشون گفتش که صحبت از پادشاهی و اینا کرد، اون یکی دیگه گفتش که نه جمهوری باید باشه. بلافاصله نفر سومی وارد شد گفت بچه‌ها بعداً این چیزا برای بعد از پیروزیه. و هر ستا اینا دوستای صمیمی با هم دیگه ادامه صحبتشون دادن. خب من اونجا دیدم که بین این بچهای نسل سوم هم پادشاهی خواه وجود داشت توی اون روم، هم جمهوری خواه دیدم وجود داشت. خب اینا کسایی بودن که اومدن بیرون و در حال چیزی که اتفاق افتاده دیدین که روسری‌ها رو در آوردن و گفتن که ما آزادی پوشش می‌خوایم، این روسری رو نمی‌خوایم اینها. خب وقتی که شعارشون این هستش که میگن ما آزادی پوشش می‌خوایم و ما گذر کردیم از این پوشش اسلامی، از این قرون وسطایی، بعد من بشنوم از یک فرد میانسال یا پیر که حالا من نمیدونم چه طرحواره‌های ذهنی توی ذهنش شکل گرفته، بیاد بگه که نه اینها طرفدار یک شخصی هستن که یک روسری آبی به سرش بسته. آقا جوون اومده بیرون داره میگه مرگ بر این روسری، بعد این اومده روی مایک میگه که نه این روسری طرفدار داره. آقا تو جمهوری اسلامی دوم نباشه خطرناک‌تر دونی. رفتن رزمندای ایرانی رو رفتن فروختن به عراقی‌ها، عملاً ایرانی‌ها رو کشتن. آقا رزمندای ایرانی چه ربطی به جمهوری اسلامی داشت که از این خیانت بالاتر به ایران ایرانی نداریم ما، از این جماعت اسلامگرای اسلامیست مزاحمین خلق. من بگم واقعا من به شخص ترجیح میدم جمهوری اسلامی رو به مزاحمین خلق. همه دست اینا برای همه رو شده. چرا آخه صحبت آخرم اینه که شما با آوردن اسم اینا چرا خودتون رو خراب میکنید آخه. حرف من ببین من یه حرف سوال نه مایک بپرسم. باز نکن، مایک باز نکن، من وسط حرفت نیومدم. وسط من حرفت که نیومدم. طرفدار من چیز وسط حرفت نیستم، نیومدم. طرفدار من مجاهدین که وسط حرف نیستم. من وسط حرفت نیومدم. اصلا من کی وسط به تو اجازه داد؟ هنوز دو نفر دارن حرف میزنن، وسط حرف تو واسط هم نشسته نیومدم. پریدی بالا. و آره حمله نکنین، نه شما حمله نمی کنیم، تروریستین دیگه، اجازه دارین ترور بدید. میکنین. آره شما دارین ترور اجازه میکنین. بدید، اجازه ببین بدید شما دو تا دارین اول. ترور میکنین، نمیذارین آقا کسی حرف آقا بزنه. شما تو بابا یه تروریستین. دقیقه نیست بزن اومدی بابا، بالا، حرفتو اینا 20 بزن. دقیقه است رفتن اومدی بالا. رزمندهای ایرانی، ترور نکن، 2 دقیقه گوش بده. آخه اینا رفتن رزمنده رزمندهای ایرانی رو تو فروختن، برو رزمندگی ایرانی تو ها رو برو. فروختن، کشتن. این ببین خارکسته اومدن اینجا نشستن میگن ببین ببین مجاهدین خلق، مجاهدین خلق. بیادب من به برو شخصه پایین، برو کفش پایین، سپاه میبوسم، شما برو مادر پایین. جنده های تو مزاحمین خلق رو لیاقتته، نمیخوام. تو لیاقتته خاکستر سپاه رو شما برو ببوس. آره شما برو. رزمندای ایرانی رو فروختین. اصلا کی به این اتفاقا خوب مایک بود داد؟ خانم شهر رو ببین نه ادب اینا خوبه، همینه، اینا همین آفرین بسیجیای آفرین. ولن تو خیابون که چشم مردم رو کور میکنن. ادبش رو ببین، تربیتش رو ببین، اتفاقا خوب شد. بذار ماهیتشون مشخص بشه که چقدر کثیفن اینا، چقدر رذلن. دیدی خودشون نشون داد. دقیقا. ولی آقای فرانک داشتن صحبت میکردن، بعد یه دفعه اومده بالا، اصلا نبود که، تازه اومدی مایک باز کردی، بعد به این میگه مایکو ببند. تو اصلا مایک بدون اجازه کی؟ اول بذار مدیران روم بهت اجازه بدن. قانون این رومه وقتی دو سه نفر دارن حرف میزنن، گاهن شما آقا عزیز دوستای دیگه دارین حرف میزنید، یکی 1 ساعت نشسته. دیروز کی بود برگشت گفت اگر اجازه بدید منم یه صحبتی بکنم. نشستن گوش میدن، مدیران روم اجازه میدن شما صحبت کن. شما پریدی بالا اومدی توی مایک آقای فرانک داشت صحبت میکرد، بعد مظلوم نمایی اینجا ما رو به ما مایک نمیدی. قبلش هم که اونجا نوشته بودی دیگه، 1 ساعت پیشم اومدی. خب به هر حال شما خطتون اینه دیگه، میخواین تفرقه بندازید اینجا. بیا حرفتو بزن، مایک باز کن، انتقادتو بکن، ولی من در کنار سپاه. خب باش، همون کنار سپاه جاتی، برو همونجا باش. اگه به این معادلات این شخص باره که احزاب کردی خیلی بیشتر از مجاهدین پاسدار و سپاهی کشتن. به این دلیل حتما احزاب کرد دشمن اصلی مردم ایران هستن دیگه. نه واقعا این فکر کنم ایشون داشت بودو میره سمت پای بسیجشون، یعنی خیلی هم نفرت میشه.
دقیقا این بچه بلوچستانی رو دیدی با چی از خودش دفاع میکرد، تیر کمون تفلکی گذاشته اونجا، حتی ترسش همون پشت در خونه با تیر کمون اینا رو داره میزنه. خجالت بکشید به این بچه ها. ای کاش همون فقط تفنگ ساچمه ای بود، گلولای ساچمه ای بود. با تفنگ جنگی افتادیم به این چون این بچههایی که 1 سال پیش کدومشون اسلحه داشتن، کدوم آدم کشتن، کدوم عزیز من تو که میگی کردی، آخه شما، من که میدونم، من بودم دیدم شما رو از نزدیک، از بچگیم پدرم من می آورد که ببین شهر رو یاد بگیر، ببین چه جنایتی داره این شاه میکنه. وقتی که من تو رو بردم 6 سالگی رفتی حلبی آباد و دیدی و اونجوری گریه میکرد، بعد مامان من میگه دیگه اینو اینجا ببری، نه من نه تو. بعد از اون که اومدم تو همون سنای بچگی تینیجری اومدم میگه یاد بگیر. ببین تو شالیزار این زنا رو میبینی با شهامت، هم مادره هم جنگجوه، هم تو اون شالیزار داره توی شمال. برو ببین اینا رو چجوری دارن کار میکنن. بعد من میگفتم بابا براشون یه چند تا چکمه بگیر اینا پاشون توی این گل و اینا، اونا میگفت نه این بهشون انرژی میده، قدرت میده. همونجا ببین اینقدر اینا شیرن، اینا این زنا کردستان فکر میکنی ندیدم؟ همه اینا رو از نزدیک دیدم. واقعا افتخار میکنم به شما فرانک عزیز، به خدا بارها بارها گفتم آقا عزیز، نمیدونم دوستانش، بالاخره این بلوچستان اونجا اون زندگی کرده، این مکرانی که میاد اینجا درد داره، میگم بذارید حرفشو بزنه. اون ظلم مضاعف به اون شده، اون ظلمی که به من شد توی ایران تو تهران به اون نشده، بذار درد دلاشو بکنه. ولی خواهش میکنم دیگه توهین، تو اومدی بچه بسیجی اومدی پایین که توی چت نوشتی 1 ساعت 2 ساعت پیش، الان اومدی وارد شدی من سپاهی را به شما. خب معلومه دیگه تو همون شاه و شیخی، تو همون شاه اللهی هستی، تو همون حزب اللهی هستی که فقط با چوب و قمه و نمیدونم مشت و لگد و هر چیزی. ولی دیگه ما هم تصمیم گرفتیم جواب مشت با مشت، گلوله با گلوله. دفاع مشروع هم که همتون میدونین حق مسلم هر کسیه. ولی اگه بخواد آدم درد دل کنه خیلی کم نیستش که. شما میای از این طرف میگید زنان مجاهد بچه های خودشون رو ول کردن رفتن نمیدونم. تا چطور 2 سال پیش این جنگ اوکراین شروع شد، چقدر زنان قوی، شیر زنانی که بچه هاشون رو گذاشتن که رفتن در مقابل این پوتین پدر سوخته بیستن. واقعا میگن قربون بریم خدا رو، یک بوم و 2 هوا رو. من نمیتونم. بچه هایی که تو سن 15-16 سالگی اسلحه دستشون گرفتن برن، بعد اینجا کودک سرباز میاد سر بلند میکنه، مزدور جمهوری اسلامی میشه، بعد میاد اینجا بخواد فقط لنگ و لگد بندازه. بابا برین هر کی بره کار خودشو بکنه. منم اینجا گفتم این روم آقا عزیز اجازه میده هر کی بیاد اینجا صحبتشو بکنه، من در کنارش هستم. ولی بازم میگم آقای گلچین فر، یه دوستی برای من نوشته، خانمی گفت من یک روم دیگه بودم این آقای فحاشو آوردم. ببین این 4 نفر بیشتر چیز نداره، اینا همه سایبری هن. میان اینجا به هم بریزن، بعد موی هم دیگه رو آتیش میزن، یه دفعه میبینی الان این پسر پیداش میشه که ترجیح نمیشناختم، میده کنار سپاه باشه. اینو من به که اصلا کجا آدم؟ نمیشناختمش. ولی ببین شما یه چیز رو در نظر بگیر، الان از منظرپور بگیر تا نمیدونم شاسونی، یعنی همون عراضلواش گنده گنده هاشون رو دارم میگم، گنده لاتاشون اتاق میذارن مدام راجع به مجاهدین چرت و پرت میگن و اتاقای کوچولو موچولو هستش و این، یعنی این همه سایبری ها دارن کار میکنن، از سایبری اعظم مرزنپور تا این آشغال پاشغالای مزدورای مثل شاسونی و نمیدونم مستاقی و پستاقی و این چرت و پرتا، این همه دارن تلاش میکنن. باز شما حساب کن یه روم کوچیک که آقا عزیز زده، حالا ایشون مثلا گاهی اوقات مثلا آقای عزیز بی‌طرفانه داره صحبت میکنه، ببین همینم دوباره میان میزنن. خیلی حرفا اینجا هم میان میزنن، یعنی نگاه کن ببین چه وحشتی اینا دارن.
چه ترسی تو وجودشونه که مثلا خب چه دلیل داره مثلا حالا مثلا توی همچین یعنی از بعضی اسما میترسن، وحشت به ترشون میفته. اینم خب یه آدم آشغاله به قول معروف چیز بودش دیگه شما ادبیاتش رو دیدی آخر سر چی داشت میگفت دیگه. ولی چه بهتر حداقل ما که میشناسیمش، ولی یه یادآوری هم میشن این آدما که دیگه، یعنی میدونی هیچ امیدی به هیچ کدومشون نیست، بیخ و بن، جز یه مش کثافت و لجن و آشغال چیز بیشتری نیستن. یعنی فقط هم تا یه جای موقعیتی هم براشون ایجاد میشه، میبینی که بوی تعفنشون پخش میشه، همه جا رو میگیره. آقای گلچین، من نمیدونم این دوستانی که پایین هستن نمیخوان وارد بحث شن، اتاق میخوایم ببندین؟ چون منم یه کاری دارم، میخوام ببینم که برنامهتون چجوری، چون آقا عزیز گفت میبندیم دوباره باز میکنیم، ولی نمیدونم الان شما که کنارش هستی برنامه چی می؟ چون اتاق خود آقای عزیز باز کرده خودش اگه هست ببندیم. بله فکر کنم ببندیم بعد دوباره باز میکنیم. از خودتون زحمت بستنش رو بکشید. خب 2 ساعت 3 ساعت دیگه آقا عزیز. بله ساعت 3 6:30. ساعت. بله مرسی، خسته نباشید، عالی بود، مرسی.